فکر میکنم رکورد شروع شده. ببخشید به حساب من پریدم تو حرف شما. اسفندیار باید ادامه داشت. کلا این میخواستم به این که پرسیدم که اسفندیار متولد چه سالی و کی هرمز رفته، چون احساس میکنم خیلی از تجربیات آدما بخشی از یه جریان اجتماعیه، یعنی خیلی ها اون تجربه رو دارن. به طور مثال مثلا بین بازه سالهای 86 تا 89 90 خیلی ها برای اولین بار رفتن هرمز. خب یعنی خود من مثلا 89 رفتم، 25 سالم بود اون موقع، من متولد 64م و از این جهت گفتم که مثلا یه سری آدمایی توی ایران به یه سنی رسیدن دلشون میخواد که یه جایی رو پیدا کنن، کشف کنن، یه کاری انجام بدن برای جاهای دیگه و از این جهت پرسیدم. حالا اسفندیار هم داشت که متولد 60 و از اولین تجربه رفتنش به هرمز داشت میگفت. بله، من راستش سر پروژه فیلم کنیز، فیلم اولی که حامد توی هرمز در واقع کار کرد، من دیگه چون سالهاست میشناسم حامدو، به واسطه اینکه خب من هنرستان بچهای هنری رو میشناختم، تئاتر و فلان و بقیه چیزها، و خودم گرافیک و سینما خوندم و حامدو از قبل میشناختم و میدونستم که داره این پروژه رو کار میکنه. قرار بود تدوین بزنیم فیلمو که من درگیر یه سری مسائل شدم، تدوینگر اصلی شد یکی از دوستان دیگه، بعد پروژه بسته شد و من اومدم صداگذاری میکس و یه سری کارا کردیم روش، یه سری صحنه‌ها رو منور کردیم و چیز کردیم و بعد از چند سال حامد گفت که حالا به پیشنهاد یکی از دوستان دکتر نادرعلیان و پیشینه‌ای که حامد داشت سر کنیز، گفت که یه سوژه‌ای هست و ما میتونیم بریم. خودش رفته بود قبلش، دیده بود اونجا رو و کسی رو که سوژه اصلی بود خالوی نساجی، و ما یه قراری گذاشتیم و یه سفری رفتیم با حامد. یه بخشایی از کارو من خوشبخت بودم که با حامد فیلم برداری کنیم و دیگه شدم تدوینگر اصلی کار زاروگه. تا قبل از اون من هرمز نرفته بودم، ولی خب همیشه واسه من چون سر تدوین کنیز بودم چند سال قبلش، خیلی فضای اونجا واسه من جالب بود و مردم اونجا و اون خاصیت ماجیک بودن جزیره و مردمی که این همه در واقع نعمت دارن و توی این مصیبت دارن زندگی میکنن، خیلی واسه من جذاب بود و حالا حامد جانم لطف کرد و اون تدوین زاروگر رو به من سپرد. اینطوری شد که من همکاری کردم. چه سالی بودش؟ زاروگر؟ نه اولین حضور خودت. اولین تجربه‌مون 5 سال قبل از 5 سال قبل از زاروگر بود. درسته؟ آره که کنیز رو در واقع دوباره پرسازی کردیم، در واقع دوباره به تدوین دوباره زدیم به اسفندیار. نه من اسفندیار اولین باری که رفتی هرمز چه سالی بود دقیقا؟ یه دور شما فیلم برداری کرده بود، حامد جان فیلم برداری کرده بود و من دفعه دومی که رفتیم سال 90 و شاید قبل از کرونا بود، 94 5 اینا بود که رفتیم یه سری فیلمبرداری تکمیلی کردیم. در واقع همون موقع بود که اولین بار من رفتم هرمز. یعنی کنیز رو که من تا جایی که میدونم سال ساخت کنیز برای 2012 این 91 92 درسته؟ و شما گفتید که دوباره این تدوین شد، یعنی بعد از اون یعنی یه نسخه دومی داره. نسخه دوم، ببین من جواب بدم یا اسفندیار خودش جواب بده؟ آره من در مورد کنیز یه
نکته اشاره کنم، کنیز در واقع تدوین اولیش روی که دوستان زد به اسم مجتبی کاظمی، حالا اسمش هم اینجا ما یادی کنیم ازش، خیلی هم زحمت کشید. منتها میگم پروژه های من حالا برای بهزادم قبلا تا یه حدی در جریانه و توضیح هم براش دادم، اسفندیارم که خودش دیگه کار کردیم با هم. من معمولا چون با یه دوربین به دوش و یه سپایه میرم برای گرفتن این پروژه ها و اینکه دوست دارم این سیر تاریخی در واقع مثلا یه پروسه مثلا 3-4 ساله‌ای باشه، اون سوژه‌ای که دارم روش کار میکنم ببینم قضاوت سریع من نباشه در مورد نتیجه گیری تو اون موضوع، اینکه آقا من در واقع نتیجه بگیرم که این فیلم چجوری تموم بشه. این فیلم خودش یه پایانی پیدا کنه در واقع. حالا یه قسمت‌هایش پای میز مونتاژ در میاد و روی حساب دوباره من تصمیم گرفتم بر اساس یه سری راش‌هایی که دیگه داشتم تو پایان بندی در واقع کنیز و اینکه خیلی معضلات چیز داشت، صدا داشت، صداگذاری دوباره کنیم یکم اتمسفر بهتری داشته باشه تو چیز، چون به هر حال من دست تنها بودم، صدا بردار درستی من نداشتم واقعا، یعنی اینجوری فیلمو ساختم. روی این حساب اسفندیار به خاطر این دوباره ما رفتیم اول به این بهانه که صداگذاری دوباره کنیم، در واقع اصلاح صدا و صداگذاری. به همین بهانه من خواهش کردم البته از اسفندیار که بتونیم یه قوتی اگر میشه به فیلم داد به لحاظ داستانی روایی، دوباره یک جاهایی رو بشینیم و به خاطر همین کلا پروژه از اول باز شد و دوباره این اتفاق البته برای زاروگی هم افتاد، ما 2 بار پروژه رو باز کردیم و از اول تدوین زدیم. آره این اتفاقایی که میفته تو اینجور پروژه هایی که به هر حال با جون کندن و نمیدونم سفرهای متمادی و نمیدونم میفته این اتفاقا، ممکنه 1 بار 2 بار مثلا رافکات بخوره یا تدوین نهایی بخوره. نمیدونم حالا جواب سوالتون تونستم بدم. بله نه من جالب بود برام که گفتید دوسته بسیاری من خب خواستم اینو بدونم. حالا یکم برگردیم اول قضیه، یکم کلیشه‌ای شروع کنیم از اینکه خودتون یه خورده از خودتون برام بگید. اول حامد جان شما به عنوان کارگردان و فیلمبردار و تهیه کننده فیلم زاروگر اگه درست بگم و اسفندیار، حالا اسمم کامل بگم حامد کریمی پور و اسفندیار سببی، اسفندیار هم تدوین و فکر کنم گرافیست و طراحی لوگو اسفندیار و صداگذاری. یکم خودتون و پیش‌زمینه خودتون بگید که چطور فیلمساز شدید، چطور تو این حوزه اومدید، کوتاه اگه معرفی کنید خوب میشه. حامد جان از شما شروع کنید. خیلی ممنون. باشه چشم. من راستش فیلمسازی رو خب توی سینما جوان شروع کردم در کل و اینکه عکاسی خوندم خودم، کارم عکاسی اجتماعی بیشتر، گرایشم اینه. خب سعی میکنم کارهای دیگه هم بکنم که خودم رو تکرار نکنم. فیلم سازی هم راستش رو بخوای من قبلا هم به بهزاد گفتم ولی خب اینجا داره ضبط میشه بهتره که حالا در مورد اینم یه جریانی بود تو اون موقعی که ما در واقع داشتیم سینما جوان سینما مثلا درس میخوندیم، به اسم یه بازمانده بود سینمای آزاد ایران، در واقع آدمایی مثل ناصر غلامرضایی یا محمد رضا اصلانی یا آدمای دیگه‌ای که به هر حال لطف داشتن تو اون بره زمانی می اومدن مثلا به هر حال یه تایمی هرمزگان یه منطقه محرومی بود، خود بهزاد اومده اونجا پژوهش زیاد کرده در جریان، می اومدن لطف داشتن به هر حال یه آموزشایی به ما میدادن. طبق اون در واقع آموزه ها من یه چیزی رو بد نیست اینجا اشاره کنم، من زمانی تصمیم گرفتم که اینجوری فیلم بسازم در واقع حالا یک تنه با کمترین امکانات و با در واقع خود بومیای منطقه. من اولین بار با سر کلاس آقای ناصر غلامرضایی بود، فیلم خونبس ایشون رو دیدم. ما یه هفته تو بندرعباس مهمان ما بودن، با چیزی حدود 2000 تا بومی منطقه لرستان لک زبان، حتی فیلم به زبان در واقع به لهجه لکی بود،
با 2000 نفر چیزی حدود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 1-2 سال تمرین میکنه و فیلم رو کلا با همین نوازیگرا در واقع جمع میکنه. البته این تفاوت وجود داشت که فیلم آقای غلامرضایی داستانی بود و من با توجه به زمانه خودم که میدیدم واقعا تولید چنین کارهایی نه بودجه‌شو به ما میدن نه اینکه اون حمایته هست، من سعی کردم تو مستند این مسیر رو پیش برم. میگم این روش فیلمسازی در واقع بخوام برگردم که چی شد اصلا من بیخیال تمام چی بهش میگن زدوبندهای حالا دولتی یا مثلا این داستان ها بشم و دوربین خودم رو بگیرم با یه سپایه برم حالا با تمام سختیاش دنبال کار خودم حالا یه سوژه انتخاب کنم، حالا روش ارتباط برقرار کردن با این مردم، اینا رو هم که دیگه حالا جلوتر براتون توضیح میدم که چه سختی های حالا داره این کار و چه مشقاتی داره، اینا هم جلوتر بهش میپردازم. خب من که گرافیک خونده بودم و بعدش هم برای مقاطع مختلف حالا لیسانس و فوق لیسانس سینما خوندم، ولی خب دوستان رشتی من که خیلی هاشون سینما جوانی بودن من باشون در ارتباط بودم، دست گریخته گرایش هم تدوین بود و باشون کار میکردم، تدوین های فیلم های کوتاهشون رو میزدم و حالا اگه گرافیکی داشتن انجام میدادم و سر پروژه در واقع کنیز که کار اول بلند حامد بود خیلی فرصت خوبی بود که من همه این تجربیاتی که سر فیلم های کوتاه داشتم من بتونم اونجا استفاده بکنم و اون اولین کار حرفه‌ای در واقع تدوین فیلم بلند من بود در واقع توی مستند و بعد از اونم که کار زاروگه بود که اونم چالش‌های خودش رو داشت و خیلی واسه من ارزشمنده و تمام سعی و دانش و همه این سالها، یعنی تقریبا بهتون بگم از بعد هنرستان من این کارا رو شروع کردم که دور برای سال 81-2 شمسی میشه من کارم شروع شد توی سینما تا پروژه در واقع زاروگه که کار تقریبا همه کار تدوینش من انجام دادم و همه دانشی که تمام این سالها کسب کرده بودم اونجا خوشبختانه تونستم استفاده بکنم. سعادتی بود. مرسی، ممنون. آره خلاصه مرسی. بس حالا من میپرسم تا این سوال که مثلا داری حتما چیز کنم. حالا یکم بریم سراغ قبل از اینکه سراغ فیلم زاروگه بریم، چرا هرمز؟ یعنی چی شد که اصلا، چون خب اون یکی فیلم اولتونم کنیزم در مورد آدمای هرمزه، میخوام بدونم چرا هرمز؟ چی شد که من اینجا یه برمیگرده به زیست من دیگه. خب به هر حال من متولد شهر بندرعباسم، من پدرم نظامی بود در واقع و متولد شهر بندرعباس بودم، با اینکه بومی اونجا حالا لطف داشتن مردم هرمزگان ما رو بومی میدونستن و خیلی واقعا من همینجا یه تشکری باید بکنم برای 32 سال ما رو تحمل کردن به عنوان غیر بومی و چیزایی ازشون یاد گرفتم. ولی خب به هر حال اقلیم من بود دیگه اون منطقه، 32 سال زندگی تو جنوب به واسطه شغل پدر و اینکه خب به هر حال هرمز خیلی نزدیک به بندرعباس و اینکه شروعش با یک پیشنهاد شروع شد. من یک پروژه کوتاهی در واقع مستند روایی در مورد موسیقی فولک هرمزگان کار کردم، در مورد یه سازی به اسم جفتی و اون فیلم حالا اون موقع تو این جشنواره‌های منطقه‌ای ایران در واقع جوایز گرفت، تهیه کنندگی و اینا. توی
در واقع اداره فرهنگ و ارشاد هرمزگان خب به هر حال یه اعتمادی به من داشتن تو این مسائل. یه شخصی به اسم آقای دکتر نادلیان در واقع ما از همونجا با هم آشنا شدیم، میاد در واقع به اداره مراجعه میکنه و دنبال یک فیلمسازی میگرده که حالا مثلا در واقع با یه سری زن این آقا کار میکرد، آقای نادلیان، در جزیره هرمز توی کمیته امداد، یعنی هنوز که به اینا در واقع نقاشی روی شیشه یاد میداد و اینکه در واقع داشت با اینا یه کارایی میکرد که یه درآمدی کسب کنن در واقع از راه همین نقاشی با خاک‌های رنگی و این. و اینکه این پیشنهاد میده کسی هست آیا مثلا به من معرفی کنید بیاد از این فرایند یه تصویری بگیره و یه مستندی بسازه، فیلمی بسازه، حالا به هر دلیل. و من اونجا خب به من شماره منو دادن، من با آقای نادلیان با من تماس گرفت، قراری گذاشتیم لب ساحل بندر عباس و استارتی شد که من برم ببینم مثلا چه خبر هست در واقع. البته قبلش من هرمز رفته بودم برای تفریح، ولی خب خیلی تو طبیعت و این خیلی درگیر مسائل اجتماعیش نشده بودم. تا اینکه من به هرمز رفتم و نزدیک کنیز رو دیدم، داستان زندگیش رو و حالا معضلاتی که اون جامعه در واقع سنتی جزیره باش درگیر بود و اینا. خب برای ماهایی که یه ذره در واقع حالا اسمشو چی میشه گذاشت، شهری تر بودیم، نمیدونم چی باید اسمشو بذارم، برای ما معضلات یه کمی چجوری بخوام اسمشو بذارم، شاید دردناک یا مثلا حالا، و مسائلی بود که جامعه کل ایران باش درگیر بود. یعنی انگیزه من شد که بخوام بحث زنان، حالا اون موقع هنوز اینقدر در واقع چیز نبود بحث این حقوق زنان و این داستان ریشه‌یابی کردن این مسائل، ولی خب یه استارتی شد که من کنجکاو شدم برم تو زندگی این آدما ببینم چجوری. البته که خیلی سخت بود، زمانی بود که در واقع شما با یک دوربین عکاسی هم حتی اگر در جزیره یا مثلا جزایر دیگه حتی یه فرم عکس اگر ممکن بود یک زن بگیرید به جای باریکی خط باشه، چه برسه حالا بیاید تو زندگی مردم برید و اینکه حالا دوربین تو ببرید در واقع کلوزآپ های نمیدونم چیز، یا مثلا از زن، بچه یا مرد تو به راحتی تو خونه مردم 4 سال با دوربین راحت باشی و اونا اینو بپذیرن. این خودش بازی فرایندی بود. تا اینجاش میگم دلیلش این بود که به واسطه آقای نادلیان در واقع من رفتم و با اون مسائل اجتماعی از نزدیکتر آشنا شدم و اینکه آقای نادلیان من الان بگم یه کمی دیدشون در واقع خیلی لند آرتیستی بود، در واقع دنبال بیشتر مسئلهش بیشتر محیط زیست بود حقیقتا اول پروژه کنیز. ولی خب من یه جایی به بعد متوجه شدم خب تو جامعه‌ای که در واقع خودش در دنبال اینه که صدف جمع کنه و این صدف رو از تو دریا خشک کنه، بجوشونه و بفروشه به قیمت 50 تا تک تومانی اون زمان که بتونه امرار رو معاش کنه، من بیشتر به هر حال خب اینا هم موجوداتی بودن که داشتن اونجا زندگی میکردن تو جزیره این مردم، اینا هم جز محیط زیست هم اونجا بودن در واقع. و پروژه خود به خود یه نمه رنگ و لعاب اجتماعی گرفت. البته خود آقای نادلیان خیلی واقف بود به این قضیه، یعنی اینکه نمیخوام بگم که ایشون حواسش نبوده به این چیزا، اصلا دلیل اینکه خواسته به این مردم در واقع یه چیزهایی یاد بده که اینا دیگه سراغ محیط زیست نرن یا مثلا در واقع اون صدف چیز رو از توی دریا نگیرن نفروشن زنده همین بوده. در واقع دغدغه‌های اجتماعی هم داشتن، نه اینکه بگم اصلا اینجوری نبود، ولی اینجوری شد که یکم مسیر رفتیم سمت سینمای مستند اجتماعی. امیدوارم طولانی من صحبت نکرده باشم. حالا شما خودتون رو مطرح کردید، برای من حداقل از نظر من چیزی که جالب بود این مستند زاروگر که من دیدم این بودش که
خب بیشتر که میرین سمت مثلا یه جاهایی مثل هرمز، قشم یا جنوب و مستندایی که مثلا تو اون حوزه ساخته میشه، بیشتر در مورد مثلا میخوان حالا شاید خود منطقه، جغرافیاش یا مثلا یک سری فرهنگ مثلا که یه خورده ناشناخته ممکنه باشه واسه بقیه میرن سمت اون. ولی فیلم شما رفت توی روزمره زندگی آدم، یعنی خود مردم حالا یه جایی به اسم هرمز و زندگیشون مشکلاتی که دارن و برای من خیلی جالب بود چون من خودم کمتر شاید اصلا ندیده بودم هیچ فیلمی یا هیچ مستندی، حالا شاید حتی نوشتاری هم من ندیده بودم که برن سراغ اینجوری، برن سراغ قاطی مردم و نشون بدن که خب اینها دغدغه‌ها و مشکلی که دارن و اولا که چقدر تحت تاثیر این شرایطن که آقا این شرایط چه، حالا توی یه سطوح خیلی بالاتری نسبت به قول شما آدمایی که شاید تو مثلا تهران زندگی میکنن اونها هم تحت تاثیر هستن، ولی توی یه جایی مثل هرمز خیلی عمیق‌تر و چجوری با اونا روبرو میشن و برای من از این زاویه خیلی مستند جذابی بودش و برای من خیلی جالب. شما همین که شما اشاره کردید با یه انگیزه محیط زیستی رفتید ولی رفته سراغ حتی من در جواب که نه، در ادامه بحث شما بخوام به این حالا اون زارویه رو من فکر میکردم شما ندیدید. خوشبختانه خوشحالم که داریم این بحث رو میکنیم، شما قبلش دیدی فیلم رو. من در واقع یه سری راش از قبل داشتم و میخواستم که به این بهانه برم به زنان و همون صحرا بپردازم. اینقدر نزدیک شدم به روزمرگی مردم و حقیقتا به خاطر اینکه من با این مردم حدود 10-15 سال زیست کردم. یعنی تو کمتر خونه‌ای در هرمز هست که من تو اون خونه نرفته باشم، صبحانه‌ای، نهاری، شامی یا شبی نخوابیده باشم. یعنی تقریبا میتونم بگم از هر 10 نفر از 7-8 نفرشون لااقل یه پورتره عکس دارم. یا اینکه در واقع من جالبه مثلا همین تیزر رو توی صفحه اینستاگرام هم گذاشته بودم، مردم هرمز اومده بودن میگفتن خیلی از این آدمایی که الان تو این فیلم داریم میبینیم الان بین ما نیستن. در واقع خب جمعیتی هم که نداره، 7000 نفر جمعیت داره. دوره زمانی که زارویه ساخته میشد همچین جمعیتی داشت. این به این واسطه بود واقعا من با این مردم زندگی کرده بودم. یعنی دغدغه‌شون جز معدن، صیادی و همین توریست که جدید که البته خب هولوش 10-15 ساله که خیلی جدی شده، دغدغه غیر از این ندارن مردم جزیره. یه معاشیه و اینکه بهداشت و درمان و چیزی که همه جای ایران الان ما درگیرش هستیم. و حالا اون قضیه زنان که تو کنیز بود، میگم برای من همیشه اون وجه چیزش مهم بود که این دغدغه ملی ما هم هست، اینکه یک جزیره، یک معدنی داره با اون قدمت و پیشینه و مردم خب به هر حال آب و اجدادی اونجا داشتن یه کسب درآمدی میکردن، خانواده‌های زیادی داشتن از اونجا نون میخوردن. الان اون معدن تعطیل شده. برای من یه جوری چیز بود، عین صنعت نفت ما بود که در واقع الان حالا به هر دلیلی، تحریم یا هر چیزی، الان ما نمیتونیم ازش درآمدی داشته باشیم. صنایعمون به هر حال یه جورایی خوابیده به دلیل زیربناهایی که حالا کهنه شده یا تحریم ها یا هر چیزی. اون جزیره هم به دلیل همین محدودیتش برای من انگار یه جورایی انگار حکم ایران رو داشت که دور تا دورش دریا، در واقع اون همه منابع آبی، در واقع اون همه در واقع میشد صیادی برای خودش. یه مردم جزیره مگه چقدر بزرگ جزیره، به راحتی اصلا اون صیادی و معدن میتونستن واقعا زندگیشون رو بچرخونن. همینطور که 2-3 قرن داشتن همین کارو میکردن و این خاک از 300-400 سال پیش میرفت به اروپا. حتی تجار میومدن اینجا از کشورهای مثل هند و چین و اینا عبور میکردن، کشتی‌ها پهلو میرفتن به اروپا و حتی خاک سرخ جزیره هرمز به عنوان یک برندی مهر میخورد رو محصولات
که سندی باشه که اینجا از این جاده عبور کرده، یعنی دلیل بر اصالت اون کالا بود در اروپا یا هر جای دیگه. میخوام بگم با این پیشینه این وضعیت کنونی این مردم برای من دردآور بود حقیقتا، و اینکه حالا به عنوان کسی که 32 سال اونجا زندگی میکردم چه چیزی برای من باید مهمتر از این میبود که مثلا در مورد همین مردم فیلم بسازم. اینجوری بود در واقع که مثلا این اتفاقات افتاد. همین جالبش همینه، مثلا یک دیدگاه محیط زیستی سر همین خاک جزیره هرمز هم هست که مثلا میگن این خاک ولی وقتی فیلم شما رو میبینیم که همین کار شده شاید تنها محل درآمد یه سری از آدمای همون فروختن اون چیزایی که درست میکنن از خاک به علت همه این شرایط. شاید این از یه زاویه‌ای مثلا بگن که این کار مثلا از نظر محیط زیستی کار خوب نیست، ولی خب اون منبع درآمد یه سری تنها منبع باقی مونده درآمد برای یه سری است که حالا داشتن بدم توی سکانسی یه دعوایی بودش بین سر قیمتی که طرف داشت روی اون محصولش میذاشت و عددهایی که داشتن میگفتن من خیلی عجیب بود که مثلا طرف این همه زحمت و این همه و حالا اون خاکی که به قول شما سابقه مثلا چند صد ساله ارزشمند بوده به اینجا رسید که طرف مجبوره به خاطر نمیدونم 50,000 تومان یا 20,000 کمتر بود 20,000 تومان 30,000 تومان بود یه این همه زحمت بکشه اینطوری درآمدش میشه. و این از این زاویه هم خیلی هم دردآور بود و ولی زاویه نگاه شما برای من جدید بودش. مسعود جان بفهم. همین بحث به چرخه میشه از اسفندیارم یک سوالی بپرسی. آره اتفاقا سوال بعدیم در مورد همین یه خود در مورد خود ریتم فیلم بودش که من حالا اگه درست دیده باشم من یه خود دقیق نتونستم فیلم، یعنی دیدم فیلم کامل ولی خب تا جایی که اگه اشتباه میکنم منو صحیح تصحیح کنید. فکر کنم 4 فصل داشت فیلم حداقل از نظر من که من دارم فیلمو میبینم. یه اون پورتری اون شخص اسمش هم چی بود اون کسی که نقاش بود گنجی یا قالو گنجی فامیلش نساجیه و اسم کوچیکش گنجی و بعد میرفت. حالا من از زاویه دید خودم دارم چیزی که من برداشت کردم توی یه فصل بعدی میرفت سراغ خاک اون جزیره یا و فصل سوم میرفت سراغ آب و دریا و ماهیگیری و فصل 4 کرونا بود به نظر من و پایان بندی فیلم. حالا این تدوین چجوری به این حالا اگه من درست فکر میکنم یه همچین تقسیم بندی بتونیم فیلم رو بکنیم از این زاویه واقعا اینطوری بوده یا جور دیگه ای دوست داشتید یعنی این ریتم فیلم چجوری به این نتیجه نهایی اینطوری رسیدید؟ سوال من خب ما حدود 2 یا 3 ماه من و حامد نشستیم راشا رو چک کردیم و قبل از اولین جلسه‌ای که دوتایی با هم بریم یه سری راشا رو دوباره اضافه کنیم به کار 2-3 ماهی کل راشا رو نگاه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در واقع این میشه ادامه، اگر فرض بگیریم حالا در آینده سگانه‌ای بشه ساخته بشه، ادامه فیلم اول حامد در مورد جزیره که کنیز بود. در واقع به بهانه کاراکتری که محور اصلی داستانه ما بتونیم اقتصاد، اجتماع و کلا دیدگاه مردم اونجا رو نسبت به خود جزیره و کل ایران بدونیم. 2-3 ماه طول کشید به این نتیجه رسیدیم که ما تونستیم یه دونه در واقع لاگلاینی، یک شمای کلی در مورد اینکه چطور باید فصل بندی داستان باشه در آوردیم و به این فکر کردیم که خب حالا اینجا چه چیزهایی در واقع نیست و ما بهتره بهش بپردازیم بیشتر که بتونیم توش جا بدیم. رفتیم با همکاری همدیگه اون قسمت هایی که فکر کنم در مورد ماهیگیری و اینا بود که ما جلسه‌ای که چند روزی که توی هرمز بودیم تونستیم اونا رو اضافه کنیم به کار
یه قسمت‌هایی در مورد پیشینه در واقع معدن بود، اونها رو دوباره ضبط کردیم، بهش اضافه کردیم و از اون اولم خب یه سری ایده ها حامد جان داشت و به این فکر می‌کردیم که خب چیزهای اصلی که در مورد اقتصاد جزیره هست اینها رو بیاریم در واقع به بهانه کاراکتر اصلی که نقاشیشون رو کشیده و ما بتونیم اینها رو نشون بدیم. کل جریان فیلمو که اگه دقت بکنید اینطوریه که ما بریکا رو گذاشتیم روی خونه خالو که نقاشی در واقع مردم جزیره رو میکشه، همون قسمتی که اگر معدن خاک در واقع اون کاراکتر اصلی اکبری که تازگی شنیدم دیگه فوت کرده، یعنی اون کسی که کلاه سرش بوده تیشرت اون شخص اون سالها اونجا نگهبان بود، اونو کشیده بود و ما به اون بهانه رفتیم در واقع پیشینه خلاصه معدن خاک و فضای کلی اونجا رو در واقع به تصویر کشیدیم و هر کدوم از فصل‌ها همینطوری هم. ریتم کلی کار رو تدوین اولیه‌ای که در واقع دوستمون زده بود حدود 1.5 ساعت بود و من به این فکر کردم که با در واقع پرسیدن از جزئیات فیلمبرداری حامد و نظرهای خودش به این نتیجه رسیدیم که این باید کوتاه‌تر باشه. فیلم میتونست فصل‌بندیاش هر کدوم از اون موضوعات اقتصادی که مردم جزیره باش میتونن درآمد کسب بکنن باشه. دریایی که تقریبا دیگه حاصلی نداره چون قیمت بنزین در واقع گرون شده، سهمیه‌ها کمن، دیگه قاچاق وجود نداره. توی فیلم اول حامد کنیز اونجا خیلی مشخصاً در واقع یه تاریخچه‌ای ما میدیم در مورد اینکه قاچاق تموم شد، دیگه مردم دیگه از دریا نمیتونن چیزی بکنن و حالا این اقتصاد چجوری باید بگذره. خانم نساجی واسمون یک سمبل بود از اینکه مردهای جزیره دیگه نمیتونن کسب درآمد بکنن و حالا با وجود توریست و اینا زنها میتونن اینجا نقش زیادی داشته باشن اجباراً در واقع و ما اون بخش صحرا رو هم که هم توی کنیز داشتیم هم توی این کار مفصل‌تر، چون واقعا هر چقدر کم اونجا محل درآمدیه واسه خیلی هم گسترده شده و هیچ حمایت تقریبا دولتی ازش نمیشه. هیچ کدوم از این قسمت هایی که در واقع شما میبینید توی فیلم هیچ حمایت دولتی نداره، همشون خودجوش ملت به این فکر کردن که میتونن اینطوری کسب درآمد بکنن و ما فکر کردیم که اینها رو بیاریم. بریک میشه میره خونه خالو، نقاشی ازش کشیده میشه، میاد توی در واقع اون فصل بندی هر کدوم از بخشای اقتصادی جزیره در واقع و فیلم رو تونستیم توی 60 دقیقه تقریبا ببندیم. فیلم اصلا خسته کننده نبود برای من، قشنگ خیلی ریتم خوبی داشت، قشنگ از اول تا آخر خودتون میکشونه تو رو تا ته فیلم. حالا جدا از خود سوژه که خیلی به نظرم هم جالبه، فیلم از این نظرم خیلی روون بودش. حالا بس بسا تو سوال نداری؟ من قوی بود، خیلی اصلا آدم ایمپرس میشه، خیلی جالب. برای من خیلی غم انگیز بود فیلم، یعنی اصلا خیلی غم انگیز بود این فیلم. یه جاهاش ما خیلی ناراحت شدم، چون میگم هم اول چیزام من گفتم که ما شاید خیلی درکی، من خودم میگم ما جمع نیومدم، من این که حالا یکم فاصله دارم و خیلی نرفتم توی اینجور مناطقم قبلا بگردم ببینم چجوریه زندگی مردمش، خیلی درکی درستی نداریم از شرایطی که اینا
چقدر میتونه مثلا وقتی میگی تحریم که تاثیر گذاشته برای مملکت، میدونیم حتما تاثیر گذاشته، ولی برای اینا چه بلایی سرشون اومده. یا این حالا یه روایت‌های مخدوش و شایع طوری هم هست بودش که خب عملا واقعی بودش در مورد این کشتی‌های چینی که وارد خلیج فارس شدن و بلایی که سر این سنت ماهیگیری نمیدونم چند ساله اون منطقه داره آوردن و بلایی که سر مردم آوردن، خب آدم عینی می‌بینه توی فیلم اصلا که خب چی شده، چه اتفاقی به اون مردم افتاده اومده. و از این نظر میگم اینکه میگیم برای من خیلی غم انگیز بود واقعا. و من یه صحبتم که با حامد میکردم این بودش که یه مردمی که زندگی رو حالا داشتن و با خود ایرانی هم تا سالها اصلا بیخبر بودن و بعد حالا اینا شاهد اینن که از در واقع استانای دیگه آدما میان اونجا و میان مثلا اون طبیعت رو ببینن و اینا بتونن مثلا یه چیزی به این کسایی که میان بفروشن، یه خدماتی ارائه بدن و اینا. باز هم این رویاروییه خیلی وقتا این مردم رو به حاشیه میبره. خب یعنی اینکه انگار خیلی وقتی مثلا میان اینجور جاها انگار اینجا مال اوناست و اومدن استفاده کنن و حالا یک سری خدمه هم هستش اونجا. خب که خیلی هم تازه مثلا درگیر زندگی اینا نمیشن. من یه مثالی بزنم که اصلا باعث مثلا آشنایی منم با حامد شد و اولین دیداری که من فقط حامد یه بار دیدم، یعنی یک بار سال 89 دیدم، ولی خب چون جنس کاری که میکردیم یه ذره شبیه به هم بود خیلی برام جالب این آدم، چون خب آدم های دیگه هم اونجا بودن که فیلم میساختن، ولی مثلا شما میبینی یکی سپایه رو گذاشته داره همش در مورد کوه و ساحل و یک مثلا تصویر کلیشه‌ای میسازه و اینا. من سال 89 با یه گروهی رفتم جزیره قشم، اونجا یه پروژه گرفته بودیم، یه پروژه معماری بود. بعد روال معمولا اینجوری بودش که خب اون آدمای یه دفتر مشاور در هر جای ایران میرفتن یه زمین رو میدیدن، عکاسی میکردن، میومدن مثلا شهر خودشون نقشه کشی میکردن و اینا. خب و معمولا هم وقتی میرفتن اونجا توی هتلی در واقع اقامت میکردن که تنها آدمای بومی بعد دیدیم مثلا بعضی خانوما بودن که توی هتل‌ها کار میکردن. خب مثلا من یادمه که یه باری یه قاب عکسی به دیوار زده بودن که موقعی که اونجا رو سوراخ کرده بودن گچ دیوار مثلا ریخته بود روی فرش در این حد. بعد یه آقای مهندسی با ما بود که خیلی سوسول بود، مثلا زنگ زد که آقا این اتاق ما کثیفه، یکی بیاد اینجا رو تمیز کنه. بعد یه خانومی با این لباس سنتی و جارو برقی اومد. اصلا من اونجا خیلی خجالت کشیدم مثلا که مثلا حالا اصلا چیه یه مقدار گچ ریخته روی مثلا فرش دیگه. خب و این حسی که مثلا من اومدم حالا اینجا و ارتباطم انقدر حداقلیه با آدمای اینجا. بعد خود زمین انگار که اصلا اون زمین قرار بود شخم زده بشه، بعد اون زمین مثلا یه درختی داشت، یه آب انباری داشت و من متوجه شدم که مردم با این درخت آب انباری یه ارتباطی دارن. خب سوالشون اینه اینو قطع نکنین، اینو خراب نکنین. و بعد اونجا من گفتم که به نظر من بهتره که مثلا من بمونم اینجا یک کمی با مردمم صحبت کنم که در مورد گذشته این زمین و چجوریه و فلان و اینا. بعد اون تایمی که اونجا بودم خیلی حوصله‌ام سر رفت، با یه آقای آشنا شدم به اسم امیر کابوسی و خانومش استاد نقاشی بود، خودش در واقع ساز میساخت. بعد امیر کابوسی و خانومش گفتن یه آقایی هست توی جزیره هرمز، دکتر نادریان، که اونجا یه خونه خریده و کارهای هنری میکنه و اینا و ما میخوایم بریم پیشش، اما اگه حوصله‌ات سر رفته و اینا بیا بریم اونجا. بعد ما پا شدیم رفتیم هرمز. یه دونه سوپرمارکتی بود از اسکله که میومدی زمین رفتی دم میدون، یه سوپرمارکتی بود که
یه سایبونی هم داشت و اینا، آدما مثلا دور اون جمع میشدن، کوله‌هاشون رو میذاشتن اونجا. بعد امیر کاووسی فکر میکنم حامد شما رو میشناخت اون موقع. آره هنوز دوستای مشترک ما هنوز با هم در ارتباطیم، خیلی آره. بچه‌های خوب و دوست داشتنی، هنوز هم من باشون در ارتباطم. من حالا حامد رو نمیشناختم، اولین دیدارم در واقع زیر اون سایبون اون سوپرمارکته بود. بعد حامد هم داشت با موبایلش گیم بازی میکرد و برنده میخندید اینجوری. بعد ما میخواستیم صبحانه بخوریم و گفتیم مثلا از این سوپرمارکته یک کیکی بگیریم، نمیدونم شیر کاکائویی بگیریم، چیزی بگیریم اینا. حامد یه دفعه سرش رو بلند کرد، گفتش که یه خانومی هست به اسم کنیز، اگر دوست دارید برید خونه اون، براتون همین پول رو بدید براتون یه املتی درست میکنه و اینا. و ما میگفتیم باشه، رفتیم خونه کنیز صبحانه خوردیم و بعد حامد نموندش، حامد خودش رفت و بعد این خانم کنیز گفتش که این آقای میگفت کارگردان گپیه، کارگردان بزرگ، گفت این آقای حامد کارگردان گپی و بزرگی و اینا، من براش یه فیلم بازی کردم. من برام خود جالب بود دیگه اینکه به هر حال حواسش هستش به آدم‌ها که حالا ما بریم مثلا از این خانم یه صبحانه بگیریم و اینا. و این روی کرد خیلی میگم متفاوت بود، چون اکثر آدما وقتی میرن اونجا عکسایی رو از قبل دیدن، مثلا از جاذبه های طبیعی و نمیدونم دریا و خاک سرخ و غواصی و قایق سواری و اینجور چیزا. ذهنشون اینجوریه که برن به اون برسن و حالا یه آدمایی هم این دور و برم هستن که یه خدماتی دارن به من میدن ولی اونقدر مهم نیستش، میدونی. البته خب بهزاد جان این طبیعی هم هست. ما فکر کن الان خود ما تو همین شهر رشت مثلا خب انقدر دغدغه‌های روزمرگی داریم، یه دفعه می‌بینی یک سال درگیر یه سری کارهایی هستی که مثلا همش مربوط به اینه که زندگیت بچرخه، بعد یه دفعه می‌بینی به یه استراحتی نیاز داری، به یه فضای آرومی یا یه محیطی که بتونی یه ذره لذت ببری. ممکنه بری تو اون منطقه یه منطقه رو انتخاب کنی، بری یه ذره به هر حال آرامش داشته باشی. اون آدما هم که میان اونجا هر رو دارن، ولی اینکه خب این چالش هایی که میگی همیشه بوده بین بومی‌های در واقع جزیره یا هرمزگان با آدم هایی که می اومدن اونجا، حالا چه کوتاه مدت میموندن و میرفتن، چه می اومدن اونجا موندگار میشدن، در واقع اونجا یه خونه‌ای میخریدن و اونجا رو میکردن هاستل یا هنرمندسرا یا یه جایی که مثلا بتونن ازش کسب درآمد کنن. و به جایی رسید که خب مردم بومی عین خود قلعه به این نتیجه رسیدن خب این خاکی که داره از جزیره ما میره عین خود در واقع معدن خاک سرخ، این خاکی که داره از جزیره ما میره خب پس سهم خودمون چی میشه؟ یعنی دفعی به خودشون اومدن دیدن خب این سهم خود ما از توریسم، صنعت توریسم چیه؟ یعنی ما باید تا آخرش وایسیم در اسکله مردم صنایع دستی بفروشیم فقط، یا اینکه به قول تو در واقع خدمات دهنده غیر بومیان باشیم؟ یا ما خودمون مگه دست و پا نداریم؟ خب همین خونه های خودمون رو دارن میخرن، بازسازی میکنن و میدن به گردشگر. خب ما خودمون دو تا از اتاقامون رو جدا میکنیم یا یه سفره خونه میزنیم، غذا آشپزی بومی هم بلدیم بهتر از غیر بومی، همین کار رو خودمون انجام میدیم. البته که میگم آدمایی بودن از جمله خود من همیشه به بچه ها میگفتم خب بابا این کار رو خب چرا خودتون نمیکنید؟ اوکی من با اینم مشکل ندارم و حتی غیر بومی بره اونجا، این تبادل فرهنگی اتفاقا خیلی خوبه با اینکه چالش های خودش هم داره. یه چیزایی از فرهنگ بومی ها به ما میرسه که ما باید بهش احترام بذاریم، همونطور متقابل ما از شهرهای دیگه میریم اونجا. این تبادل فرهنگ خوبه با اینکه چالش هایی داره، ممکنه آسیب هایی به فرهنگ بومی بزنه و همینطور آسیب های فرهنگ بومی به مسافرها یا
ولی در نتیجه میبینی بعد مخصوصا برای منی که مثلا 15-20 سال اونجا رفتم اومدم، میبینم نتیجه به هر حال داره اتفاقای خوبم رقم میزنه. من اصلا نمیخوام سیاه مطلق به این قضیه نگاه کنم. و یه چیزی به ذات اشاره کردی که حالا من خیلی برام جالب بود که کنیز میگفت این قضیه کارگردان بسیار گپیه. این حالا به شوخی هم که بوده خیلی باحال بود، ولی یه چیزی من اینجا یاد من افتاد که دیروز به اسفندیار میگفتم یادم بیار من بگم توی لایو یا این ویدئویی که سیو میشه. حقیقتش اینه که بذار من نه مثلا آدم بزرگی بودیم ما که میرفتیم اونجا مثلا با دوربین و یک سپاهیه، یا نه آدم معروفی بودیم، چهره بودیم که مثلا ما رو همه بشناسن، بازیگر نبودیم که مردم تو تلویزیون صدا سیما ما رو ببینن. و حقیقتش رو بخوای، حالا تلاش من به کنار، تلاش مردم برای اینکه مثلا این تعامل اتفاق بیفته و این فیلم ها ساخته بشه، حالا با هر کیفیتی ها. من خب معلومه که من به عنوان کارگردان مستندساز ایدئالم اینه که حالا مثلا 4 تا پلان هوایی هم داشته باشم، به نمیدونم زیبایی های نمیدونم اونجا بپردازم نمیدونم. ولی این تلاش مردم هم برای این تعامل از اون طرف هم نادیده نگیریم که این مردم واقعا به این امید جلوی دوربین من میموندن که صداشون بلکه یک زمانی به یه جایی برسه. این واقعیت رو اصلا فراموش نکنیم. این که همش حرفه‌ایگری من بوده که رفتم مثلا توی یک جزیره دور افتاده مثلا با این مردم تونستم چجوری عجی نجی لاترجی کردم و کلی مثلا چی بهش میگن مثلا علامه جامعه شناسی هم که تونستم با این مردم توی جایی که مثلا نمیشد یه فریم عکس از یک زن گرفت من 2 تا فیلم ساختم در 15 سال. نه، این متقابل هم بود. یه جایی مردم به این نتیجه رسیدن خب بلکه یه زمانی حرفهای ما به واسطه این کارهایی که این آدم داره میکنه به جایی منتقل بشه، یه جایی یکی فکری به حال ما بکنه. میگم تنها امید منم از ساختن این کارا این بود که اتفاقا در مورد امید توی این فیلم من اشاره کرده بود. گفتم من نمیتونستم پایان بندی امیدوارانه‌ای ببندم توی این 2 تا پروژه، چون عین واقعیتی بود که اتفاق افتاد جلو دوربین من و من غیر از این دیگه باید خیانت میکردم مگر اینکه به واقعیت و حقیقت. من سعی کردم حتی تو نریشن ها یا توی صداهای مصاحبه هایی که کردم خود مردم باشن، حتی نریشن ننویسم، حتی دوبلور نیارم، در واقع گوینده نیارم که برای من راوی خارج از مردم جزیره داشته باشه. این برام خیلی مهم بود که این اتفاق نیفته. یعنی من خودم حتی به واسطه شناخت عمیقی که داشتم نسبت به اون منطقه باز نیام متنی جداگانه نگارش کنم و به یه گوینده بگم تو استودیو تو اینو برای من بخون، من در واقع اینو به عنوان یه فیلم روایی مستند پخش کنم. ترجیح هم بر این بود که حتی شده صدای لکنتدار مردم همونجا رو بذارم ولی این کارو نکنم. حالا اینم چیزی بود. دقیقاً برام خیلی مهم بود همه چیز مال همون مردم همون منطقه باشه. البته خب یه سری صدای کیبورد هم پیانو هم میشنویم. من برای فضاسازی ها بعضی جا استفاده کردم که اونم دوست عزیزم کیوان کمالی زحمت کشید توی هرمزگان برام کار میکرد و اینکه لطف کرد واقعا برای این کارا موسیقی ها رو در اختیار من گذاشت و اینکه بعضی جا حتی برای این کار از نوع نواخت و لطفش بود واقعا. اونم بدون هیچ چشم داشتی این کارا رو کرد. یعنی اصلا ممنونم. اینجا باید وظیفه بود ازش تشکر کنم. حالا یه چیز دیگه هم اضافه کنم که حتی جای حضور دوربین هم من خیلی احساس نمی‌کردم. به جایی که مثلا انگار یه جسم یه دوربینی هم وجود داره، انگار مثلا من خودم نشسته بودم توی حالا اون دکوپاژ داشتم اون صحنه رو می‌دیدم. اینطوری بودش. یه چیزی هم که همین الان شما اشاره کردیم خواست حالا بریم توی یه حوزه دیگه، چون یه خوردم باید زمانم به نظر داشته باشیم. این
چالش هایی که شما داشتید یکیش این بوده که خودتون هم اشاره کردید که چجوری تونستید با این آدما، یعنی اینکه به قول شما اجازه نمیدادن حتی یه عکسی بگیرن از اون زندگیشون، شما تو رفتید قاطی زندگیشون فیلم گرفتید. این چالش رو حالا شما یه قسمتش جواب دادید که خود علاقه خود آدما به اینکه از این کانال بتونن صداشون رو به جای برسونن، حالا اعتمادی که به شما داشتن به خاطر احتمالاً تجربه 30 سال زندگی توی اون منطقه. ولی حالا یه زاویه دیگه اش میخوام بدونم از نظر به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک فیلمساز مستندساز که مستقله، چقدر از نظر بودجه، از نظر چجوری اصلا اینو ساختید؟ بالاخره این فیلم درسته میدونم حالا یه جای خودتون دوربین دستتون گرفتید رفتید، ولی بالاخره هزینه داره، اصلا چیزی جایی مثلا کمکی یا نمیدونم، چون سرمایه‌گذار میگم خودتون بودید برای فیلم، درسته؟ از اون زاویه چطوری مثلا دغدغه شخصیتون بوده ولی خب به عنوان یه فیلمساز یعنی اون سختی‌های اونطوری چه شکلی بوده این فیلمایی که ساخته توی مدت؟ آره من به غیر از در واقع اولین مستندی که کار کردم که در مورد موسیقی هرمزگان بود و اون هم به هر حال خب دغدغه‌ام بود که موسیقی فولک اونجا رو در واقع یه جوری یه بودجه مختصری من از اداره فرهنگ و ارشاد گرفتم که بتونم اون فیلم رو بسازم. بعد از اون در واقع من میدونستم مسائلی که میخوام بهش بپردازم، حالا تو اون برهه تاریخی که خودتونم به هر حال از فضای ایران بی اطلاع نیستی، کسی در ایران پیدا نمیشه که بخواد بابت چنین موضوعاتی به من بودجه‌ای در واقع بخواد بده برای ساختن چنین فیلمایی با چنین موضوعات اجتماعی که خیلی تابو بود. به هر حال اون موقع برای خود مردم هرمزگان حتی تابو بود که تو بگی که یه خانواده سر هم مثلا 30 تا بچه داره و این یه معضل اجتماعیه و یک زن در 7 سالگی مثلا ازدواج میکنه، یه معضل اجتماعیه و این همینطوری داره تکرار میشه و هنوز هم دختران دارن تو سن کم در واقع عروس میشن. هنوز بخوای بگی که این یه قضیه معضل اجتماعی محسوب میشه، برای خود مردم هرمزگان هم به حرف چیزی بود، در واقع اون موقع رادیکال بود، نمیپذیرفتن، گفتن این بخش فرهنگ ما، حتی تو قشر انتلکتوال و فلان و این قضایا. یعنی من یادم بعد اولین نمایش فیلم کنیز همین اتفاقا قشر شبه روشن فکر حتی هنرمندای تجسمی میگفتن شما دارید زنای ما رو بد به تصویر میکشید، در صورتی که نیت من واقعا این نبود. نیت من این بود که فقط مثلا به کنیز یا نسل‌های بعد کنیز بفهمن که بابا جان تمام معضلاتی که تو داری در زندگی تا به امروز یعنی برمیگرده از همون بیس، جدای معضلات اقتصادی و چیزایی که به هممون مربوطه، از بیس برمیگرده به همون تصمیم اولیه‌ای که خانواده تو گرفتن و در 7 سالگی در واقع تو رو دادن به یه مردی که در واقع 40 سالش بود یا 30 خورده سالش بود. هدف من این بود. حالا شما برداشت اینه که من دارم در واقع جامعه شما رو بد نشون میدم، این یک چیز اشتباهیه و خوشبختانه تاریخ هرچه که گذشت بهتر شد برخورده با اینجور روی کردهایی که ما داشتیم اون موقع و اون موقع رادیکال به نظر می اومد کاری که ما میکنیم. ولی در مورد بودجه من نمیخوام فاصله بگیرم از اون سوال اصلی. من حقیقتا کار خیلی سختی بود، یعنی طی این همه سال، چون میام 1-2 سال هم نبود، یعنی پروژه کوتاه هم نبود. یه فیلم کوتاه داستانی من میخوام بسازم، خب فلان بازیگر دوستمه، الان بخوام این کارو بکنم شاید خیلی برام راحت باشه. فلان بازیگر دوستمه میاد جلو دوربینم، فلان دوستم تصویر بردار خوبیه یا خودم اصلا تصویر بردارم، فلان دوست میاد صدا برداری برام میکنن. اصلا این پروژه کوچیکی هم نبود اینا. این مستلزم این بود که تو 2 سال بری با این مردم از زوایای مختلف
نگاه کنی به قضایا و اینکه بتونی اینا رو جمع کنی. من درآمدی داشتم در واقع اونجا توی بندر عباس توی شرکتی کار میکردم که خوشبختانه میگم البته اون موقع درآمد خوبی داشتم و اینکه ولی خب هر چی بود و نبود رو خرج در واقع این دوتا پروژه کردم، چه بخوام تجهیزات بخرم که مستقل باشم وابسته به جایی نم. یعنی تمام توان من این بود در طی این سالها، اینکه من از وابستگی خودم به ارگان هایی که وابسته به دولتن فقط هرچه دورتر از اینا باشم که بتونم راحت تر، یعنی اصلا دیگه نگران این نباشم در نهایت کسی بیاد بگه آقا چرا این نگاه رو داشتی به جامعه، چرا از این زاویه نگاه کردی، یا یکی به من بگه اینجاشو اینجوری بساز. و همیشه برام نظر خود مردم جزیره مهمتر از هر منتقد و نمیدونم کارشناس و چیزی بوده، چون صدای اونا بود که قرار امروز شما بشنوید. و به لحاظ فنی شما متوجه میشید که خوب شد این سوالو کردی. ببین هر فیلمسازی دوست داره که مثلا قبلا هم گفتم پلان‌های متنوعی، حتی شده هلیشات پلان هوایی بگیره به لحاظ بصری، یا مثلا حتی اگر من خیلی دوست داشتم مثلا با این کشتی‌های صیادی باشون سفر کنم، صیادیشون رو بگیرم، اینا خودش مستلزم این بود که یه بودجه بیشتری داشته باشی و من خب متاسفانه نبود، برای من امکان وجود نداشت و من مجبور بودم یه جایی واقعا کوتاه بیام. همینطور که خیلی دیگه از پروژه‌هایی که مستقلاً تو ایران به لحاظ کیفی می‌بینید ضعیفن و ما متهم میشیم متاسفانه به اینکه مسائل فنی یا کیفیت برامون مهم نیست و فقط همینطوری یه دوربینی میگیریم دستمون و میریم فیلممون رو میسازیم. در واقع اصل مطلب اینه، هیچ کس دوست نداره در واقع ساختارگرایی رو بذاره کنار و اینکه یه دوربین صرف یه نگاه چیز داشته باشه. البته توی این کارا گفتم من خیلی جا به تعمد حاضر بودم، خیلی در واقع همون فضا در همون حد از همون زاویه خود مردم به مردم نگاه کنم، نه از بالا، نه از چپ راست، نمیدونم الکی بی خودی شلوغش نکنم. و اگر تو فضای مجازی شما هشتگ هرمز رو بزنی تصاویر هوایی خوشگلی هست، نمیدونم عکسای خیلی خوشگلی هست، زیاد اتفاقا به جا هم هست، من مخالفشم نیستم، خیلی هم خوب، ولی خب اینم یه جور روی کرده به هر حال. نظر خود انگیزه هم همین بوده شه برای قاطی مردم باشه، یعنی توی مردم باشه، به جای اینکه یه لانگ شات بزرگ از دور از جزیره نشون بدیم و قرار این وسط اون آدمایی که اونجا زندگی میکنن اونجا زندگی میکنن. و حالا یه چیز دیگه که به نظر من همه اینه که شما میگید به نظر من به شخصه سینمای مستند ما، حالا دلایل مختلفی داره میشه در موردش بحث کرد، ولی سینمای مستند ما من به شخص خودم فکر میکنم خیلی چندین قدم از سینمای جریان اصلی ما، داستانی ما خیلی جلوتره اصلا. یعنی من تعداد زیادی مثلا تو همین شاید 10 سال اخیر فیلم مستند قابل توجه دیدم که اصلا فیلم جریان اصلی داستانی بلنده خوب شد انگشت شمار باشه، مثلا لیست کنم. حالا من متخصص نیستم، به عنوان یه بیننده دارم میگم و همین محدودیت‌ها یا حالا بیپولی‌ها شاید خرج کنم مانعی نشده که مثلا فیلم‌های خوبی درست بشه. مثلا تو حوزه مستند شاید دلیلش همین دور بودن از اون نهادهای دولتی و پولای اونطوری بوده، شاید دلیلش همین بوده، اون استقلال به معنی واقعی کلمه‌ای که مستندسازای ما دارن توی ایران خیلی هاشون. و حالا یه خودم در مورد آینده بگیم. من از اسفندیار شنیدم که ممکنه یه سگانه‌ای بشه و پروژه بعدی چیه؟ ببینید ما خیلی دوست داریم واقعا، چون من توی صحبت‌های قبلی که با بهزاد جان داشتیم من گفتم به بهزاد تا اینجاش رو واقعا من دغدغه اجتماعیم بود و وظیفه‌ام به عنوان یک شهروند حالا جنوب کشوری
که تا جایی که میتونم مثلا در واقع این مسیر رو برم و یه چیزایی در واقع ثبت کنم به لحاظ تاریخی که برهشی از تاریخ مردم اون جزیره یا جنوب هست. ولی واقعا از این جلوتر بخوام برم واقعا در واقع آسیب به زندگی خودم میرسه. کسی که به هر حال دغدغه اجتماعی داره، ما خب نمیخوایم شعار بدیم که در واقع وقتی من میبینم خودم دغدغه‌ای داشتم، یک زمانی فیلمی در مورد کنیز ساختم و مثلا حقوق زنان یا مثلا حقوق اجتماعی مردم، اگر قراره مثلا به خانواده خودم، به همسر خودم، به مادر خودم یا خانواده خودم که الان سرپرستشون در واقع حساب میشم تو ایران، با این اقتصادی که ما تو ایران داریم از این جلوتر برم، یک جور در واقع چی بهش میگن پشتک وارو خوردن خودمه. یعنی بعد دیگه میرم به شعار زدگی. کسی که در واقع نمیتونه زندگی خودش رو جمع جور کنه نمیتونه بیاد در مورد مشکلات دیگران در واقع. اینم بگم من انقدر دیگه معضلات اقتصادی و تحریم ها اینا تو زندگی هممون تاثیر گذاشته، این ناگزیریم اینجوری. ولی هیچ وقت بدم نمیاد واقعا مثلا بتونم یه پروپوزالی بدم یا مثلا یه طرحی پیشنهاد بدم به یک جایی، یک فاندی بتونم بگیرم در واقع، بتونم سگانه رو بسازم، اصلا بدم نمیاد این اتفاق بیفته. ولی مثل قبل واقعا دیگه نمیشه کار کرد. یعنی میگم این آسیبش اولین نفر به خودمون میخوره و بعد میبینی بعد از 2 سال کار کردن روی پروژه یک بخش عظیمی از زندگی عقب افتادی و اینکه اصلا زندگی خودت لنگه. یعنی من هیچ وقت دوست ندارم حقیقت بخوام بگم، با تمام احترامی که برای روشنفکرای نسل قبلمون دارم، این آتش رو به زندگی خودم بزنم، بخوام ادا در بیارم بیش از حد، در صورتی که زندگی خودم مثلا مشکلات. ترجیحم بر اینه که اگر قرار آدم مفیدی باشم، اول برای خانواده خودم، بعد اجتماع. رو این حساب میگم تکرار این اتفاقات شاید دیگه از این به بعد واقعا دیوانگی محض باشه برای آدمی مثل من. در مورد سینمای مستند ما همیشه شریفتر بوده، همیشه مستقلتر بوده و همیشه هم سینمای ایران اصلا به واسطه سینمای مستند ما به دنیا شناخته شده، چیزی که هیچ کس هیچ وقت بهش اشاره نمیکنه. همه فکر میکنن فیلمای ما اول با فیلمای کیارستمی یا مثلا شهید ثالث شناخته شدن. نه خیر، اتفاقا اولی من الان حضور ذهن ندارم، ولی تا جایی که میدونم تاریخ سینما خوندم، اولین فیلمایی که از ایران در دنیا حتی جوایز معتبر کسب کردن فیلم‌های مستند شده. جریان جدی هم مستند تو حوزه هرمزگان هم، یعنی اون منطقه جنوب هم بوده. حالا من خیلی مثلا حسن بنی هاشمی بکنم از پیشروهای و حالا خیلی هم شناخته شده هم نیست اومدی که حقش بود. و خب بعد خود ابراهیم گلستان و مستندای که برای جنوب برای شرکت نفت ساخت و اینا از درست میگم. حتی جناب تقوایی یا خیلی درباره اون منطقه رو داشتن، یادگارهای خوبی هم به جا گذاشتن. مستند تعزیه تقوایی درست میگم. بله. بحثت سوالی؟ من میخواستم از اسفندیار سوالی بکنم که برای خودت این تجربه این فیلم چه نکته‌ای داشتش که توی کارهای بعدیت بخوای لحاظ کنی، و بعدم اینی که به عنوان تدوینگر چه کسایی بودن که مثلا الهام بخشت بودن و دوست داشتی که مثلا کارت در به کیفیت کارمون باشه. خب کاری که در واقع ما شروع کردیم با حامد، کار اولش، کار کنیز، بسیار تجربه قدرتمندی بود. من تا قبل از اون گفتم توی کارهای کوتاه داستانی در واقع تدوین زده بودم، 1-2 تا کار خودم بود که کارگردانی کرده بودم و اینا، و حالا سریال یه بخشی از تدوینای مثلا بعضی از سریال ها رو داشتم.
ولی فیلم مستند و این نوع مستندی که در واقع مستقله و در واقع فیلمساز میره یه طورایی قبل از اینکه مشخصاً ساختار مشخص باشه و بره بر اساس اون فیلم برداری بشه، چون محدودیت داره، مخصوصاً همین کاری که حامد جان انجام داد، چون به هر حال توی اون فضا کار کردن یه جورایی عملاً نمیشه شما با ساختار برید، همش اونم دستنها و شما با یک عالمه راش طرفی که حالا کارگردان مخصوصا حامد جان میدونست در واقع چی میخواد از این در بیاره و من فقط در حد این که یه سری ریتمو و فصل‌بندی ها رو بتونم در بیارم، هم توی کنیز هم توی زاروگر تونستم کمک بکنم بهش و بتونیم اینها رو در واقع یه طوری سرهم بکنیم که هم از لحاظ ژانریک در واقع مستند اجتماعی که یک میشه بین قوم‌نگاری و اجتماعی در واقع بشه، هم به اون ساختار یک ارتباطی داشته باشه، هم که بشه دیدش، یعنی ریتم و ساختار بندی کلی استاندارد رو داشته باشه. خیلی از این لحاظ به من کمک کرد که من بتونم که این رو هم بیارم تو تجربیات خودم. و در مورد اینکه یه سوال کوچیکی پرانتزی مثلا کلا این پس تولیدش پست پروداکشنش چقدر طول کشید مثلا این زاروگر؟ راستش اینو باید حامد بگه، ولی چیزی که من به نظرم میرسه اینه که خب بگذاریم از اون تجربیاتی که حامد قبل کنیز داشت، بعد کنیز داشت، حین کنیز داشت، موقع زاروگر رفته بود یه جلسه فیلمبرداری کرده بود، همه چون اونا هم جزء در واقع پیش پروداکت و تحقیقاتی که کرده بود در مورد اینکه ما تدوین رو چجوری باید در واقع ببندیم، چون این رو یه ورژن در واقع از هر کدوم از این فیلم ها داشتیم، به این فکر کردیم که خب حالا این نقصش اینه، این میتونه ریتمش کمتر باشه. این پروسه توی زاروگر شاید 6 ماهی طول کشید که ما به این فکر بکنیم که خب حالا این راشا رو دیدیم، اینا این فصل‌بندی ها رو پر میکنه، اینجا نقص داره، بهتره در واقع بگیریم و بذاریم توش. و حالا چند ماهی هم گذشت که ما هماهنگی اینو میکردیم که حالا بودجه داشته باشیم، 2 نفری بریم، چقدر باید بمونیم، کجا رو فیلم برداری بکنیم، چیا رو بذاریم. شاید یک سالی در واقع طول کشید. تدوین این کارم حدود 1.5 سال تقریبا طول کشید، چون ما به هر حال بودجه خاصی نداشتیم، هر کدوم کار میکردیم. بفرمایید. برمیگردیم به سوال قبلیت که چطور در واقع هزینه این کار رو ببین. من گفتم موسیقیش رو یکی توی هرمزگان کیوان کمالی ساخته، یه جایی اگر بوده همینجوری به من داده بدون هیچ چشم داشتی. اصلا ما مجبور بودیم هم کار کنیم که زندگی خودمون رو بچرخونیم، چون الان من تو گیلان دیگه اون درآمد در واقع هرمزگان رو ندارم، هرمزگان 25 سال پیش. اینجا دقیقا دارم همون اتفاقایی رو میبینم که اون موقع برای در واقع چیز افتاده، برای جزیره هرمز و هرمزگان افتاده. میگم به خاطر اینه که میگم این برای من نماد این مملکت، این فیلم و همون اتفاقات رو دارم الان برای خودم داره. یعنی ما همه داریم خودمون فرو میریم تو همین دغدغه‌ای که خودم داشتم، در واقع انگار داریم هممون بلعیده میشیم با این قضیه معضلات اجتماعی و من و اسفندیار مجبور بودیم هم کار بکنیم، هم پاره وقت مثلا بیایم بشینیم سر
تدوین این کار و خورد یعنی زمان اگر میخواستیم یک سره بشینیم پاش شاید در عرض مثلا 4 ماه 5 ماه تموم میشد. هیچ فیلمی مثلا شاید هم خیلی کمتر، ولی به خاطر اینکه هم مجبور بودیم دغدغه زندگی داشتیم به هر حال نمیشد مثل قبل. به هر حال اون دوره خب فکر میکنم دوره پول پاشی‌ها و پولای نفتی تو مملکت انقدر آقای احمدی نژاد و خاتمی اینا انقدر از این چیزا کرده بودن که به هر حال یه کمی پول بود، مثلا تو جنوب کشور. خب اون موقع من جنوب زندگی میکردم، پول هم بیشتر میچرخید، من درآمدهای بهتری داشتم یکم. الان یه دفعه به خودمون اومدیم نه دیگه نمیشه واقعا مثل اون موقع کار و بار و زندگی تو همه چی رو ول کنی خب بیام فیلم ساز بشم، یا اصلا این خبران نیست. مثلا هر چی سنت بالاتر میره درگیر مسائل جدی تر میشی. اون موقع خب به هر حال یه پدری مادری بودن یک کم از بار مسائل اقتصادی و همیشه پشت یه جورایی پشت شانسی من بود که حمایت میکردن از هر جا کم می آوردن، ولی خب الان نیست واقعا این وضعیت. در ادامه بخوام بگم در مورد تدوینگرا خیلی کوتاه بگم. خانوم شریفی هستن، فرهناز شریفی که رشتیه، الان فکر میکنم آلمان تشریف دارن بعد از آخرین کار دیگه نتونستن اینجا باشن و تشریف بردن آلمان و ایشون یک تدوینگر فیلم‌های خودشون مستند سازن و تدوین میکردن قبلش و خیلی کاراش هم علاوه فرمیک هم علاوه ساختاری من ازش الهام میگرفتم، خیلی واسه من جالب بود. حالا بگذاریم از در واقع همه از در واقع خانه سیاه هست فرخزاد گرفته تا مستندهای اجتماعی که آقای اسکویی در واقع ساخت، همه اینا تدوین توی فیلم‌های مستند که معمولاً دیده نمیشه، چون مخصوصاً مستندهایی که اجتماعی یا قومیتیه سعی میکنن که دیده نشه. من هم این روی کرد و حالا با موافقت حامد جان سعی کردم پی بگیرم، همونطور که فیلم برداریش بود و در واقع پرداخت داستانی کل فیلم زاروگه. تدوینم یه جورایی دیده نشه، بولد نباشه، ریتمیک به معنای خاص نباشه، با اون که در واقع یه بخشایی از فیلم ها میدیدیم که موسیقی همراهی میکنه که شما ریتم در واقع داشته باشید، ولی همونطور خواستیم شبیه همونجا یه بخشای اگزاتیک باشه و مثل خود جامعه در واقع هرمز که یک حامد جان گفتن یک کوچیک شده در واقع ایرانیه که داره فرو میره توی سیاهی سوله میشه. یعنی فرسودگی آدم تو فیلم هم میفهمه از حرفا که میزنم. همون فلشبک که طرف میزنه میگه تو دوره دهه 70-80 ما داشتیم پول زیادی بود، یعنی عددی که میگفت خیلی پول زیادی بود برای من. گفت روزی 200-300 هزار تومان پول در می‌آوردم، خیلی برای اون موقع. بعد الان مثلا خیلی جالبه، هم آدمی که داره صحبت میکنن دقیقا میگه حقوق کارمند اون موقع 20000 تومان بود که میگه اصلا کارمنده کارو ول کردن اومدن این کار رو انجام دادن. آره اینم میگه و خب الان اتفاق افتاده واسه یه جایی. الان آدم‌ها که حالا یه رفاهی نسبی توی دوره‌ای داشتن و حالا با شما این موجه داره میرسه به یه طبقه‌های دیگه، یعنی همینطوری داره میاد. آره توی یادم توی قشم سوخت میفروختن، یعنی مثلا خب کارت بنزین بود و در واقع میرفتن سوختشو میگرفتن میریختن تو تانکر و بعد با قایق موتوری میبردن به این مثلا کشتی‌های آفریقایی و اینا به اونا میفروختن و اینا. بعد یکی از این روستایی ها انقدر وضعش خوب شده بود یه دونه مینی بوس اندازه این سیر و سفر رو خریده بود کشته بود استفاده نمیکرد، اهمیه بنزینش چیز میکرد.
استفاده میکرد. پول بنزینه. بعد این خیلی خنده دار بود، اصلا روستای جاده مناسب این نداشت، این همین کشتی رو میبود همش دعوا میشد و میخواست از کوچه رد کنه و اینا، خیلی بامزه. آره یه چیزای اینجوری عجیب غریب هم داشتن اون زمانات که یکی مثلا کلی پول در میآورد. دقیقا در تکمیل حرفت بهزاد جان، مثلا من خیلی دوست داشتم مثلا این قاچاق رو تصویرهایی داشته باشم. خب واقعا امکانش نیست، یعنی خب خود میدونی بعد یه دفعه میبینی جامعه بومی اصلا روبروت وای میسه و خود جنوب بودی و فضا رو دیدی، یه دفعه خطرات جانی و نمیدونم حتی این مسائل هم وجود داره. یعنی تو دیگه کرده بودیم که بریم بگیریم و دیدیم که نه اساسا نمیشه، ولی تو عملا رو در روی جامعه بومی و کسی که داره براش منافع خودش قاچاق میکنه، خب دیگه نمیشه روبروش واقعا وایساد. یعنی انقدر چیزهایی بود که میشد تو این فیلم آورد که امکانش نبود در واقع، یا باید واقعا یه حمایت دولتی میداشتی. ما خب نه مجوزی از جایی داشتیم، همین جوری هم مردم اگر داشتن ما رو تحمل میکردن لطف خودشون بود در واقع. اینا خیلی راحت میتونستن بیان موربینمون رو جمع کنن خودمون هم ببرن، اصلا کاری نداشت برای اینا. میگم حتی به طور خیلی ارگانیک اینا پذیرفته بودن، حتی مسئولین هرمز. یا این آدم رویکردش حتی اجتماعی هم هست، نقدی داره برای این وضعیت، بودنش از نبودنش بهتره. بذارید بیاد بخشی از مشکلات ما بالاخره صدامون به یه جایی میرسه. وگرنه خیلی ساده بود اون زمان اومدن و جمع کردن فیلمسازی مثل من، حالا با دوربین مستند مخصوصا، حتی داستانی کارم من نبودم که بخوام مثلا بگم خب یه داستانی داره برای خودش میگه دیگه، حالا مال خودشه ربطی به ما نداره. خیلی آسون بود جمع کردن من، ولی خب حالا یه بخشش شانس بود، یه بخشش شجاعت خود من بود، یه بخشش هم این بود که مردم امیدوار بودن به اینکه آقا صداشون بلکه یه زمانی به یه جایی برسه. همه اینا دست به دست هم داد این پروژه ها بسته بشه. هنوز نه متاسفانه، یعنی امکانش پیش نیامد چون عملا یه سال و نیم 2 سال بسته شد دیگه. آره من یه ذره تلاش کردم در واقع به این فستیوالا بفرستم فیلم رو که یه دفعه اصلا همین باز دلار مثلا جوری گرون شد که تو هر جشنواره میخوای مثلا شرکت کنی خب یه ورودی باید بدی، به هر حال یه تهیه کننده پر و پا قرصی باید پشت سرت باشه یا سرمایه گذاری نیاز داری، پخش کننده نیاز داری که حمایتت کنه. اینا خب نبود یک طرف، و اینکه دلار هم یه دفعه انقدر بالا رفت که دیگه اصلا ما گفتیم ولش کن، من چرا الان باید توی این گیرودار مثلا فیلمی رو بفرستم به جشنواره‌ها که حالا معلوم نیست از بدون پخش کننده معتبر و در واقع درجه 1 خب شانست خیلی پایین تر میاد. مثلا همچین سوژه هایی هر تهیه کننده خب نمیاد، یعنی هر کی اولش تو ایران میگه یه پایان خوشی بالاخره باید یه جوری تنگش بزنی که توسعه پایداری یه چیزی هم شعارهایی بالاخره باید توش باشه. ولی خب عملا من نمیبینم آخه بعدا 4 تا منتقد فیلم رو میبینه میگه آخه تو که اومدی همه بدبختی هم کشیدی این فیلم هم ساختی، خب دیگه چرا الکی آخرش رو شاهنامه رو آخرش رو خوش کردی به قول خود بهزاد. حامد ولی یه حرف خوبی زد. من خب مثلا گفتم که حامد چون مسعود میدونی همیشه وقتی که در خارج از کشور فیلم رو نشون میدی بالاخره بعضیا مثلا میگن آقا تصویر تلخ و امید کجاست و چه چیزای شادشون نمیدین و اینا. با حامد تصویر مملکت ما نیست، چرا تصویر مملکت تلخ نشون میده، این حرف هم هست. بعد به حامد خب اینو گفتم و گفتم که مثلا آیا خودت در واقع امیدی جای فیلم اینا؟ و حامد گفت من والا نه اصلا دنبال اینم که خیلی مثلا مسیج پیام مثلا خیلی براقی بگم یا مثلا بگم آره مثلا امیده، نه چون امیدی نیست
ولی میگفتش که یه چیزی که فهمیدم اینه که یه غروری هست، این آدما با همه اون مشقت و سختیشون یه غروری هم دارن دیگه، چون به هر حال میگن ما همیشه خب اینجوری که نبودیم، بعد ما جزیرمون یک عالمه تاریخ داره، طبیعت داره، میدونی، و اون غرورم باز تو همه ایرانی هم هستش. خب اصلا همین فیلم و همین این که تو میگی آمدن اشاره کرد، تو اصلا همین فیلم رو بذار هر جای تو ایران و همین فیلم و لباس آدم ها رو عوض کن، همین میشه. یعنی خیلی فرق نمیکنه، خوبیش اینه. یعنی اصلا از نظر اینکه داره یه داستانی میگه که شامل همه آدما میشه، یعنی عملا هر قسمتی از تو ایران بری میتونی بذاری اونجا و همین تصویر رو ببینی عملا. و ببخشید من واسه طرف پردم اون غرور رو داشتیم گفتیم. من مثلا با یکی از دوستان حرف میزدم دیشب، گفت من هیچ وقت اپلای نکردم برای جایی و مسئله اصلی من اینه که مثلا بخوام برم یه سفارتی مثلا ویزایی بگیرم، اینا رفتار مثلا یه کمی توهین آمیزی باشه یا مثلا رفتاری نباشه که مثلا من دوست دارم و اینا. و واقعا هم خب میگم این غرور واقعی هم هستش دیگه، یعنی این هم یه بخشی از اون در واقع هویت هست. بله خب به هر حال من اون دفعه خب ما اون تصاویر رو ضبط نکردیم، الان داریم ضبط میکنیم. من دوباره بگم مردم، چرا من سراغ این سوژه ها میرم، نه به مردم هرمزگان و نه مردم ایران، مردم فقیری ما نیستیم، نمیتونیم بگیم ما فقیریم. خب متاسفانه تو این چند دهه مدیریت جوری بوده که ما به این سمت رفتیم و متاسفانه انگار تغییر روی کردیم فعلا با شرایطی که ما داریم میبینیم ظاهرا که وجود نداره و پافشاری رو همون روش و به اینجا رسیدیم. و یعنی ما که خب من نیومدم بگم مردم جزیره فقیرن، من در نهایت یعنی در تاریک ترین شرایط سعی کردم باز شرافت این مردم رو نشون بدم که چطور برای زندگی دارن تلاش میکنن و چقدر شرافتمندانه اتفاقا دارن این کار رو میکنن و واقعا میخوان صداشون به جایی برسه که چرا که همینطوری پیش بره، میگم همین طبقه روستایی دور افتاده کم کم شهرها دچار این قضیه میشن، کم کم طبقه متوسط کم کم. ببین هرچه پیشتر میریم استقلال ما هم کمتر میشه، یعنی دیگه ممکنه من دیگه نتونم واقعا به این مستقلی فیلم بسازم. هرچه تو وابستگی، یعنی منی که 14 تلاش کردم از عمرم که مثلا هرچه کمتر وابسته باشم تو گفتارم، یه دفعه میبینیم مثلا ممکنه بخوام یه جای بودجه بگیرم و دیگه نمیتونم با این به همین راحتی روی کرده خودم رو یا مردم کوچه بازار رو به تصویر بکشم. اونجا دیگه اون ارگانه همینطوری که دارم میبینن چه آسیبی بچه‌های ما دارن میبینن، هر ارگانی داره به تو کمک مالی، کوچکترین کمک مالی میکنه، میگه اینجاشو اینجوری کن. یعنی در نهایت میبینی که این قبل فیلم تو نیست، فیلم اون ارگانیه که به تو سفارش داده در واقع. و آخرش هم احتمالا حتما باید یه پایان خوشی حتما باشه، یعنی وظیفه تو به عنوان فیلمسازه که حتما یه پایان خوش براش بسازی، یه امیدی بدی. البته که فیلم من ناامید کننده هم نیست، من نمیگم فیلم ناامید کننده، فیلم به این امید ساخته شد که بلکه صدای بخشی از این مردم شنیده بشه. کم کم اتفاق افتاد، چه در مورد کنیز چه زاروگه، به هر حال داره این اخبار به مردم میرسه. خب فیلم مستند هم همیشه اینجوری نبوده که همه جا گیشه بفروشه، فرصت دیدنش برای همه فراهم باشه. متاسفانه حالا ما که توی این جامعه هم داریم کار میکنیم، سختی‌های مضاعفی هم داریم واسه این به نمایش گذاشتن فیلممون. یعنی گهگاهن تو گالری‌های مثلا چیز
با 40 تا مخاطب 30 تا مخاطب حاضریم این نمایش‌ها رو بپذیریم، ولی بالاخره فیلم دیده بشه. چرا که تو داری میسازی که دیده بشه و کمترم اسپانسر رو نمیدونم یا پخش کننده و یا مثلا سرمایه گذار سراغت میان، چون دغدغه‌شون نیست واقعا. خب من دیگه سوالی ندارم. خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. به نظر من گفتگوی خوبی بود. حالا ما برنامه‌مون اینه که این پنجشنبه که قراره فیلم اکران کنیم و بعد از نمایش فیلم احتمالاً یه کوتاه شده این گفتگو رو پخش میکنیم، چون بعضا شاید اونجا جای مناسبی نباشه که کل گفتگو رو ما بخوایم پخش کنیم و یه کوتاه شدهش رو اونجا پخش میکنیم ولی احتمالاً کل گفتگو رو ما روی صفحه‌های مجازی رو میذاریم که در دسترس باشه برای هر کسی که میخواد کلی گفتگو رو ببینه. و خیلی هم خوشحالیم که میگم اولا این همکاری و این فرصت رو داشتیم که به ما دادید که بتونیم فیلمتون اینجا ما اکران کنیم بدون هیچ منتی. فیلم رو در اختیار ما گذاشتید. ممنون بازم. امیدواریم که در حد بضاعت خودمون اینجا بتونیم اینو پخش کنیم و حالا هر چند نفر آدمی که دوست داشته باشن بیان اینجا و فیلم رو ببینن و یه فرصتی بشه که این فیلم به یه سری حالا یه جنس دیگه مخاطبت حالا اینجا عرضه بشه. انگیزه همون بیشتر این بوده. من گفت ندارم. بس تو چیزی نداری؟ نه منم عالی حرفی ندارم. امید اسفندیار شما من پایان خوشی ندارید برای گفتگو؟ یه چیز یه دفعه به ذهنم رسید. یه چیزی به ذهنم رسید که وقتی که مغولا به ایران حمله میکنن، خب یه سری از ایرانی‌ها از میناپ میرن فرار میکنن میرن هرمز. خب و تو جزیره هرمز اصلا یه کشور درست میکنن. در واقع این کشور یه کشور پادشاهی تورانشاهی بوده و خیلی از اسمای این پادشاه ها اصلا از رو شاهنامه است. مثلا اسم یکیشون رستم بوده، اسم یکیشون در واقع توران بوده، میدونی؟ بعد اینم خیلی جالبه که خب اینا وقتی مثلا کشورشون یکی میگیره، بعد اینا میرن اونجا تو اون جزیره یه کشور درست میکنن، سکه ضرب میکنن و دیگه مثلا اونجا بودن تا پرتغالیا اول میان خب هرمز رو میگیرن و اینا، میدونی؟ و اینم خیلی برای من چیزه خیلی عجیب و جالبه، میدونی؟ یه روح عجیب غریب هرمز هم این تاریخ گذشتهشه. خب خوب شد که اشاره کردی واقعا. حالا تحقیق خودت هم میدونم خیلی جامعه بذار، من دیدم بارها چقدر توجه داری به این مسائل، میدونم خیلی بهتر از من اتفاقا به گذشته هرمز پرداختی. یه الگوی شبیه عمان امروز بود در واقع، بخوام خیلی ساده مثال بزنم. یه خودمختاری داشتن، تجارتی بود و کشتی می اومد و میرفته. آره این از این منظرم واقعا میگم خب با این گذشته‌ای که داشت و الان امروز این وضعیتش، حتی دوره صفوی هم اتفاقایی که افتاد، حالا دیگه واقعا زمان نیست که بخوایم بپردازیم به همه این مسائل. خیلی جزیره عین خود ایران پر از فراز و نشیب بوده تو طول تاریخ. اتفاقایی که افتاده، حمله بیگانه، حتی در واقع بعد پرتغالی ها، بعد انگلیسی ها، حتی اینا هم حالا جنبه‌های تاریخی چیزشه که واقعا خب من متخصصش واقعا نیستم، ولی خب در این حد در جریانم و شاید جالب باشه مثلا برای مخاطب شما، که چون من میدونم جزایری هستن تو خود امریکا که هنوز این قلعه هایی که توی جزیره در واقع پرتغالی ها تو جزایر جنوب ایران هست، جزایری که مربوط به دوران پرتغالی هاست، سفرهایی که میرفتن، حالا اون دوران استعمارشون، شاید جالب باشه برای مردم امریکا که از این زاویه هم به این قضیه نگاه کنن.
و اینکه در نهایت خب من شما گفتید که ما دیگه حرفی نداریم، من هم به نوبه خودم حقیقتا باید تشکر کنم از هر دوتاتون، واقعا ممنونم. به بهزادم گفتم همین که اینقدر دغدغه داخل ایران رو هنوز دارید، واقعا دمتون گرم، یعنی این از شرافت خودتونه که هنوز روابطتون رو با ما حفظ کردید. یعنی هر کسی میتونست، چه بسا خیلی آدمایی هستن که رفتن از ایران و اصلا دیگه حالا دلیلی نمیبینن که هنوز نگرانی داشته باشن داخل ایران و این برای ما واقعا قابل احترامه. من وظیفه‌مه که اینم بگم که اینجا داره ضبط میشه. دست جفتتون در نکنه. انشالله که حالا تداومی داشته باشه، چه با ما چه با بچه‌های دیگه داخل ایران که دارن در حال به هر شکل دیگه تلاشی میکنن، این تداوم داشته باشه و این اتفاقا همیشگی باشه. ممنون از هر دوتون، مسعود جان و بهزاد عزیز. خواهش می‌کنیم. اتفاقا حالا ما تو برنامه هم هستش که فکر کنم این اولین اکران ماست، درسته بذار اولین اکران تحت عنوان شارلستانی که ما اینجا شروع کردیم، این اولین اکران فیلممونه و امیدوارم یه شروعی باشه در ادامه. اگه کسی بودش یا سوژه یا فیلمی بودش که فکر کردیم میتونه مناسب باشه واسه این مجموعه‌ای که ما اینجا درست کردیم، خوشحال میشیم اگه ما رو معرفی کنید و بتونیم فیلم‌های دیگه. و حالا یه چیز دیگه هم که ما خیلی اسم فیلم کنیز رو شنیدیم توی این گفتگو و شاید یه فرصتی هم بشه بعدا ما بتونیم فیلم کنیز هم نشون بدیم توی شارلستان. حتما. چرا که نه، منم خوشحال میشم چون فیلم خب به هر حال مال 2 دهه پیشه و اینکه به بهزادم گفتم من نه برای بیزینس فیلم ساختم نه حالا دیگه از ما فکر کنم گذشت دیگه نسل ما فستیوال بازی و با این وضعیت اقتصادی هم که داریم، مگر اینکه بعدها اتفاقی برای فیلم بیفته حالا با یه روی کرده مثلا جشنواره‌ای بخوایم بهش نگاه کنیم. من استقبال میکنم از همین الان از نمایش فیلم کنیز و تا جایی هم که بتونم با روابطی که دارم بچه‌های دیگه هم اعلام میکنم که اگر واقعا فیلمی که در خور باشه حوصله مخاطب تو رو سر نبره، در واقع به هر حال شما هم میخوای اونجا یه چیزی به مخاطب نشون بدی که به هر حال 1 ساعتی که میشینه و بلیتی که بابتش پرداخت میکنه چه بار تاریخی داشته باشه، حالا اجتماعی یا اینکه حتی فیلم داستانی باشه که مربوط به مسائل داخل ایرانه، به هر حال مخاطبت هم اذیت نشه دیگه، در واقع یه چیز متقابلی باشه. خوب باشه، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. میدونم الان فکر کنم 12 شب ایران دیگه، درسته؟ بازم خوشحال شدیم دیدمتون، امید دوباره دیدار مجدد. ممنون مسعود جان، ممنون بهزاد عزیز. فقط اون فیلمه که رکورد شده هم برای من همون با گوگل درایو جایی شیر کنید فکر کنم بتونم من یه کارش بکنم دیگه. امیدوارم یه ادیت کوتاهی بتونم بزنم از این که ما فیلم توی سینما پخشش کنیم. مخلصیم، موضوع خودتون باشید، شبتون بخیر. بسیار ارادت، خداحافظ. قربان بهزاد جان، مرسی، خستم.